سوره اعلی سوره 87 است، مکی است و دارای 19 آیه است. اعلی به معنی برتر و بالاتر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح و تقدیس کن پروردگار والا مقام خود را. الذی خلق فسوى. همان خداوندی که چیزها را می آفریند و سپس آنها را هماهنگ می کند و می آراید. والذی قدر فهدى. خداوندی که اندازه‌گیری می کند و هر چیزی را آنگونه که شایسته و بایسته است می آفریند، آنگاه آن را به کار راهنمود می نماید که باید بکند. والذی اخرج المرعى. خداوندی که چراگاه را برای تغذیه جانداران از زمین می رویاند و بیرون می آورد. فجعله غثاء احوى. سپس آن را خشک و سیاه می گرداند. سنقرئك فلا تنسى. ما قرآن را بر تو خواهیم خواند و به تو خواهیم آموخت و تو دیگر آن را فراموش نخواهی کرد. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. مگر چیزی را که خدا بخواهد، قطعا او آشکارا و نهان را می‌داند. چنین خدای نگهبان قرآن است و آنچه مورد نیاز بشر بوده و هست از طریق وحی قرآن به تو می‌رساند و چیزی را در این زمینه فروگذار نمی‌کند. ونيسرك لليسرى. ما تو را برای شریعت ساده و آسان یعنی آیین اسلام آماده می سازیم و کارهای خیری را برای تو آسان می نماییم و در انجام آنها توفیقت می دهیم. فذكر إن نفعت الذكرى. اگر پند و اندرز سودمند باشد، پند و اندرز بده. سيذكر من يخشى. کسی که احساس مسئولیت می کند و از خدا می ترسد، پند و اندرز خواهد گرفت. ويتجنبها الأشقى. و بدبخت ترین فرد پند و اندرز را کنار خواهد گذاشت و از آن دوری خواهد گزید. الذي يصلى النار الكبرى. آن کسی که داخل عظیمترین و هولناکترین آتش خواهد شد و بدان خواهد سوخت. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سپس در آن آتش برای همیشه میماند و نه میمیرد و آسوده میگیرد و نه زنده به شمار میآید و حالتی که در آن است زندگی نامیده می شود. مراد این است که شخص دوزخی در میان مرگ و زندگی دست و پا میزند. قد افلح من تزكى. قطعا رستگار میگردد کسی که خویشتن را از کثافت کفر و معاصی پاکیزه دارد. وذكر اسم ربه فصلى. و نام پروردگار خود را ببر و نماز بگذار و فروتنی کن. مراد از یاد کردن نام خدا یاد خدا در دل و ذکر او به زبان است. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بلکه بنا به سرنوشت انسانی زندگی دنیا را که محسوس و نقد است بر زندگی آخرت که نامحسوس و ناسیه است ترجیح می دهید و برمیگزینید. انسان خود به خود در میان دو جاذبه حیات پستر و حیات برتر به سر میبرد. تنها افراد مؤمن می توانند خود را از جاذبه قوی دنیای مادیات برهانند و خویشتن را به نعمتهای سرمدی یعنی ابدی و دائم آخرت برسانند. والآخرة خیر و ابقا. در حالی که آخرت از دنیا بهتر و پاینده تر است، عاقل چرا باید فانی و گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟ این هذا لفی الصحف الاولى. این چیزها منحصر به این کتاب آسمانی نیست، بلکه در کتاب‌های پیشین نیز آمده و بوده است. مراد همه کتاب‌های پیشین از انجیل و قرآن است. صحف ابراهیم و موسی. از جمله در کتاب‌های ابراهیم و موسی.